روحیه زهد و خوی ایمانی داشت، تأکید عمیق بر مسلمانی داشت. شمر اهل شراب و رقص و کنسرت نبود. یک پینه اسب روی پیشانی داشت. این شمر که پایه اش لرزیده، از حرص بهشت کله اش هنگیده، در لشکر حضرت علی در صفین ضد پدر یزید می جنگیده. این شمر لعین که راه را کج می رفت، از روی هوا و از سر لج می رفت، بر سابقه اش جهاد و جانبازی داشت. با پای پیاده دائما حج می رفت. این شمر که قلب شیعه را سوزانده، هی نسل به نسل خلق را گریانده، درباره او مورخین میگویند یک عمر نماز مستحب میخوانده.